یه اتفاقی که باز ما خیلی زیاد دیدیم اینه که اغلب اوقات شرکت ها به جهت این که درست کنترل کیفیت انجام نمیدن، کنترل کیفیت درست انجام میدن، ولی چون سیستم ها یک پارچه نیست، اثرات اون کنترل کیفیت رو بقیه بخشای سازمان خودشون نشون نمیده و این باعث میشه که تو عمل ضایعات زیاد میشه، اتلاف و هدر رفت بالا میره، ولی امکان ردگیری نیست که این آقا علتش چی بوده. مثلا شما میگی آقا من یه دونه مثلا فرض بفرمایید یه مثلا موبایلی تولید کردم، یه ماشین حسابی تولید کردم، یه مثلا بچی شامپو تولید کردم، این خراب شده. خب میخوام برم ببینم که این کی خریده، کی خریده، مسئول آزمایشگاهش کی بوده، تست پلنش چی بوده، تو خط خراب شده، ماده خراب شده، اصلا هیچ امکان ردگیری وجود نداره. معمولا تو این شرکت ها که میرید انبار بزرگی از کاغذ ها وجود داره ولی غیر قابل استناد، چون اصلا نمیشه کاغذ رو به راحتی پیدا کرد، پیدا میکنی استناد نمیشه کرد، معمولا چند تا فیلدش خالیه، چند تا به قول من درست پر نشده، اصلا معلوم نیست که انجامش داده. میدونید که زیادی اطلاعات که در دسترس نیست خیلی بدتر از نداشتن اطلاعاته. شما یه حجم زیادی اطلاعات داری که نمیتونی پیداش کنی و به چه درد میخوره. ولی واقعیت موضوع اینه که وقتی سیستم ها یک پارچه میشن، خب شما تمام این ردگیری رو داری انجام میدی. یعنی دقیقاً میدونی که توی این بچه دارو من کدوم بچه از ماده مؤثره رو مصرف کردم و این ماده مؤثره رو کی خریدم، از کجا خریدم، تاریخ انقضاش چی بوده، بهترین تاریخ مصرفش چی بوده، کی تستش کرده. بنابراین در سیستم ها وقتی شرکت ها بزرگ میشن و این یک پارچگی وجود نداره، معمولا کنترل کیفیت نقش بازدارنده و جدی نمیتونه داشته باشه و این باعث میشه که ضایعات و اتلاف و مشکلات در واقع خودش رو نشون میده و به طور طبیعی هزینه های اون شرکت یا قیمت تمام شده محصولات به طور فزاینده افزایش پیدا میکنه.